1, 2, 3, 5, 6, 7, basic 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. خب بچه ها ترنی که الان انجام دادیم بهش میگیم هاف ترن. دقیقاً یه نصف ترن ما به سمت راست میریم تو یه بیسیک و یه نصف ترن به سمت چپ میریم تو یه 8 ضرب. یا با هم انجامش میدیم از این سمت انجام بدیم 1 2 3 5 6 7 و دقت کنین هاف ترن مثل راه رفتنه، خیلی شبیه راه رفتنه. وانتون رو بزنید تو همین لاین، تو هم بزنید تو همین لاین مثل بیسیک. حالا رو تری برگردیم. پس ما الان یه نصف ترن به سمت راست رفتیم، دوباره راه میریم 5، دوباره راه میریم 6، حالا یه نصف ترن به سمت چپ برمیگردیم. یه بار دیگه از رو به رو بریم 1 2 3 5 6 7 راه میریم 2 تا استپ و رو استپ سوم اصطلاحاً پیوت میکنیم. خب و دو تا پامون میچرخیم. پس یه استپ راه میرم، استپ بعدی رو راه میرم، استپ سوم رو 2 تا پام برمیگردم و وزنم میذارم رو پای راستم، از سمت راستم برگشتم. دوباره استپ اول راه میرم، استپ دوم راه میرم، استپ سوم از سمت چپم رو 2 تا پام برمیگردم و وزنم میام رو پای چپم. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 walk walk pivot. دوباره walk walk pivot walk walk pivot 1 2 3 5 6 7. پس یک بار به سمت وقتی که 1 2 3 رو به سمت رو 3 به سمت راست نصف ترن، رو 5 6 7 به سمت چپ دوباره نصف ترن میره. بچه توی هاف ترن یه جای خوبیه که شما بتونید اثبات کردن رو تمرین کنین، چون ترنش کامل نیست و قرار نیست 360 درجه برگردین که سختتون بشه. روش اثبات کردن سر و نگاه رو تمرین کنین. یعنی چی؟ یعنی من میخوام برم به سمت جلو و برگردم، اول شروع کنم با بدنم برگردم، بعد سرم رو برگردونم، دوباره حرکت کنم به سمت جلو. موقعی که دارم برمیگردم اول بدنم برگرده بعد سرم برگرده. میتونین اینو روش تمرین کنین که بعدن کم کم این اثبات کردن رو نگاه کنین. اثبات کردن یعنی چی؟ یعنی من یه نقطه رو با چشام یا سرم در واقع نگه دارم و اول بدنم شروع کنه بره و تا جایی که دیگه نمیتونم گردنم رو نگه دارم بعد سرم رو ببرم، که این اتفاق تو ترنای دیگه هم برامون میفته و در واقع آخرین چیزی که از بدن حرکت میکنه سره و اولین چیزی که از بدن میرسه هم باز سره. خب توی ترن بعدی این قضیه خودش رو بیشتر نشون میده. ترن دومی که توی این کامبینیشن رفتیم رایت ترن بود، منتها یه فرقی با رایت ترن ساده داشت. ما تو رایت ترن ساده یا پامونو رو همون استپ بیسیک میذاشتیم رو عدد 12 رو ضرب تو، یا میذاشتیم رو عدد مثلا 1 یا 2 فرق نمیکنه و بعد میچرخیدیم به سمت راست. منتهای مراتب این دفعه رو ضرب 1 پامون رو کراس کردیم و یه جورایی وزنمون رو داریم میخوایم ببریم به سمت چپ. خب و رو ضرب تو به جای که پامون رو یه جاهایی که قبلا میذاشتیم اومدیم تو جهت عکسش گذاشتیم و گذاشتیم مثلا رو ساعت 10:30. پس یه بار دیگه ببینید رو 1 پامون رو کراس میکنیم، رو 2 وزنمون رو میاریم روی این پا، تقریبا سرمون رو به رو میمونه و رو 3 شروع میکنیم میریم، منتها سرمو نگه میدارم. اوکی، پس اثبات میکنم. به این ترن حتی اگر یه مقدار سرعتش رو ببرین بالا میتونیم بهش بگیم اثبات ترن. یه بار از پشت بریم اینو 1 2 3 5 6 7 1 2 3 سرمون پس هنوز رو به روه، بدنمون دیگه 90 درجه رفته. حالا شروع میکنیم سرمون رو آروم برمیگردونیم و ضرب 5 رو میذاریم.
6 7 از این سمت 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 از این سمت هم بریم 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 دقت کنید. پس یه فرق دیگه که با ترن ساده داره، ما تو ترن رایت ترن ساده قشنگ مثل راه رفتن باش برخورد میکردیم، اما اینجا یعنی 5 دقت کنید میگفتیم 1 2 3 راحت 5 رو میذاشتم و اجباری نبود رو 5 حتما برگردم، رو 6 7 رو به رو نگاه کردم. اما اینجا نه، چون ما داریم بدنمون رو پرت میکنیم به سمت چپ، از این میخوایم استفاده کنیم و رو ضربه پای راستمون تویست بیشتری داشته باشیم. ما تو ترن رایت ترن ساده پای راستمون تویست خیلی کمی داره، اگر هم بخواد بچرخه یه خیلی کم قرار بچرخه 90 درجه فوقش. اما اینجا نگاه کنید، چون بدنمون اومد به این سمت، قرار از اینجا من یه دور کامل برم. پس روی پای راستم شروع میکنم تویست میکنم و بعد پا میذارم پایین. 5 6 7 ببینید 1 2 بدنم آوردم به این سمت. حالا بدنم میخواد برگرده به سمت جای خودش و بیشتر میخوام ببرمش که شروع کنم به چرخیدن. وزنم رو سینه پای راستم نگه میدم و اجازه میدم بدنم بره. جایی که میرسم پای چپم میذارم پایین و باید رو به رو باشه. 6 7